در پی بارش برف از روز چهارشنبه هفته گذشته به این طرف برخی از شهرهای کشور از جمله شهرهای سالنگ همچنان بر روی رفت آمد موترها بسته است. وزارت فواید عامه از تجدید تلاش‌ها برای بازگشایی شهرهای سالنگ خبر می‌دهد. برای جزئیات بیشتر آقای محمد اشرف حقشناس صاحب سخنگوی وزارت فواید عامه را از طریق تلفن با خود داریم و بیشتر در مورد این موضوع با حقشناس صاحب بحث میکنیم. حقشناس صاحب سلام با شما، خوش آمدید به برنامه. تشکر بسیار زیاد. سپاس از اینکه فرصت دادین. حقشناس صاحب، طی 2-3 روز گذشته اکثر ولایت‌های افغانستان شاهد بارش برف سنگین بودند و پس از این برفباری موج شدید از سرما وارد افغانستان شده که در پی سرما شهرهای کشور یخ بستند. حقشناس صاحب، وضعیت شهرها همین اکنون از چه قرار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، همکارای تکنیکی شما و همه شنونده برنامه شما که همین برنامه را میشنوند. شهرهای سالنگ از روز چهارشنبه هفته گذشته تا کنون به دلیل ریزش برف، طوفان و محدودیت ساحه دید برای ترافیک مسدود گردیده است. پرسنل ریاست مراقبت شهرهای سالنگ از دو روز بدین پاککاری را در بخش‌های مختلف آغاز نموده. البته یک مورد قابل یادآوری است که از روزی که برفباری در شهرهای سالنگ شروع شده، تیم ما در ساحه حضور داره. کسایی که در دو طرف یا هموطنان عزیز ما یا دریورا که گیر مانده بودند در داخل وسایط یا میتهایشان اینا نجات داده شد. 2 روز پای هم میشه که تیم ما پاککاری را آغاز کرده. پاککاری به شدت جریان داره و شب هم برفباری خفیف در شهرهای سالنگ جریان داشت. در مجموع تلاش ما است که شهرها را به بهترین فرصت پاک کنیم، ولی بعضی اوقات بادگویاها و طوفان باعث مانع کار و حتی در کار پرسنل اخلال وجود میاد. بنابراین تیم ما به ساحه هموطنان عزیز ما اطمینان داشته باشند زمانی که ما شهرها را باز بکنیم اطلاعی رسمی از طریق قاضی رسمی وزارت نشر میشه هم نظیر مسئولان اقدامات داشته باشند. بله، خب حقشناس، شهرهای سالنگ که تلاش‌ها برای بازگشایی این شهرها گفتین که جریان داره، ای تو معلوم است که چقدر دیگر زمان خواهد برد تا این باز شود و آیا به شمول همین شهرهای سالنگ کدام شهرهای دیگر کشور هم است که در حال حاضر مسدود باشه یا به خاطر یخبندان رفت آمد در او جریان نداشته باشه؟ جویا صاحب محترم، در قسمت شهرهای سالنگ باید عرض بکنم که شهرهای سالنگ ها در 5 روزی که امروز روز پنجمش است که شاهد برفباری و طوفان بوده، ما کار خود آغاز کردیم، ولی هر از گاه طوفان بادهای تند باعث از این میشه که قسمت های را که حتی پاککاری کردیم دوباره برف بروی سرک بیاره و مانع کار هم میشه و را دوباره مسدود میکنن. تلاش ما است که یک بار مسیر پاککاری بکنیم در صورتی که خطرات برف‌پوش وجود نداشته باشه، در صورتی که برف دوباره آغاز نشه، در صورتی که طوفان دوباره شروع نشه، ان شاء الله را برای ترافیک باز میکنه. اما از اینکه داره هواشناسی دو بستر بر شهرهای سالنگ هم برفباری پیش بینی کرده و اگر در صورتی که برفباری ادامه پیدا بکنه، طوفان باشه، ممکن راز دوباره مسدود به می شکل مسدود بکنه تا زمانی که آب و هوا خوب شه و ما را دوباره پاککاری مکمل بکنیم. بله، خب در این حال بله بفرمایید. در این حال در اثر ریزش برف‌ها در چند روز گذشته شماری از مسیرها در ولایت بامیان، ولایت غور، ولایت دایکنډي، غزنی، تخار، بدخشان، نورستان، فاریاب برای ترافیک مسدود گردیده بود. خوشبختانه در 2 روز گذشته پرسنل ولایت وزارت فواید در همکاری با شرکت‌های قراردادی توانستیم شماری از مسیرها را در همین ولایات یاد شده پاککاری بکنیم. یک شمار مسیرهایی که در ولایت نورستان، ولایت بامیان، ولایت غور و بدخشان باقی مانده، ان شاء الله الرحمن تا ختم روز پرسنل پاککاری عملا جریان داره تا ختم امروز تکمیل میشه و این مسیرها برای ترافیک بازگشایی میشن. بله انشالله. خب حقشناس صاحب، در جریان برفباری روزهای گذشته چقدر تلفات انسانی در شهرها داشتیم و این تلفات ناشی از چی است؟ آیا رانندگان هشدارهای مسدود شدن شهرها را جدی نمیگیرند که سبب میشه این رانندگان در مسیر را گیر بمانند؟
خب در مجموع ما در شورای سالنگا یک حادثه برخوش که رخ داده بود، متاسفانه دو تا نظام مادامی به شهادت رسیده. مطابقی ارقام و آماری که در حوادث اخیر و خصوص در برفباری‌ها و حادثاتی که رخ داده مربوط داره مبارزه با حوادث میشه که اونا ارقام دقیقش مربوط نمیشه که بررسی رو اونا انجام میده و اونا به این ارقام نشر میکنن. بله خب حق شناس صاحب در اخیر هم اگر که بگین آیا به خاطر جلوگیری از برف کوچ ها در سالنگ ها کدام اقدامات پیش از این صورت گرفته؟ به خاطر از اینکه در گذشته سالهای گذشته ما خیلی تلفات به خاطر برف کوچ ها می داشتیم ولی حالا خوشبختانه آمار خیلی خیلی کم شده. چی تغییرات رخ داده؟ چی کارهای انجام شده به خاطر جلوگیری از تلفاتی که در پی برف کوچ ها رخ میده؟ خب اول ما در مسیرهای عمومی افغانستان مثل شورای سالنگ ها ریاست‌های فعال داریم و این ریاست‌ها وظیفه‌شان حفظ مراقبت پاکاری است که 24 ساعت شب روز اینا در خدمت هموطنان عزیز ما اسب‌ها را پاکاری میکنن. در این حال بعضی ادارات همکار با ما است که اینا آب و هوا وضعیت جوی شورای سالنگ ها را برای وزارت فوایدات و خصوص به بخش سالنگ ها شریک می‌سازند. ما مطابق اونم عواملی را که پیش بینی میکنن برفباری را یا مثلا طوفان، ما تصمیم خود میگیریم، ساحه زیر کنترل ماست، تیمای ما شب روز کار میکنه که ما بتونیم هم مسیر پاکاری بکنیم و هم مسیر مدیریت بکنیم. خوشبختانه ما توانستیم در 2 سال گذشته که هم مدیریت بکنیم هم مسیر پاکاری بکنیم. ما دیروز مسیر بخش سالنگ شمالی را پاکاری کرده بودیم ولی به دلیل از اینکه شب گذشته طوفان و بادات و بادگویی بسیار تند بود دوباره بعضی قسمت‌ها را برف آمده و مسیر مسدود شده. در این حال در ولایت دیگه افغانستان، ولایت مثل غور و دایکنډي ولایت هم تدابیر ما داریم. قبل از اینکه مسیر به طرف طوفانی بره تیمای ما در ساحه حضور دارن، مسیرها مسدود میکنن و نمیگذارن که هموطنان عزیز ما وسایل از مسیرهای صعب‌العبور و خصوص در فصل زمستان و در جریان همی طوفان‌ها حرکت بکنن. یعنی در مجموع در نقاط صعب‌العبور و در 28 ولایت افغانستان و 14 ولایت که بیخی نقاط زیاد صعب‌العبور داره تیمای ما موظف هستن، کار میکنن، مدیریت میکنن و نمیگذارن که هموطنان عزیز ما خدای ناخواسته یک حادثه یک موضوع ترافیکی بخش مواجه شوند. خیلی سپاس حق شناس صاحب، ممنون از اینکه جزئیات را با ما شریک کردی. وقتت بخیر باشه. اصلا تشکر. بخیر باشه. وقتتان بخیر باشه. خدا نگهدار.